السلام علیکم بیننده‌های عزیز و ارجمند. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار مستقیما از تلویزیون تاجیکستان منظورتون می‌گردد. حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات مربوطه برای واردات و تأمین داروهای ضد ویروسی که برای تبابتی سریع بیماری سیرایتی کرونا ویروس ضرور است، تمام تدبیرها را عملی می‌نماید و سالمی جامعه را در محور سیاست خود قرار داده است. این است که از جانب خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و جمعیت دارای مسئولیت محدود صفت فرما به مقدار 20 تن مواد داروباری به مملکت وارد گردید. همکاران ما موضوع را پیگیری کردند. با نظر داشت پهنشوی پاندمیای کووید 19 در جهان قریب 6 ماه است که وضعیت در کشورهای دنیا بسیار حساس گردیده است و متاسفانه طی چند روز اخیر میان اهالی تاجیکستان اوید به کمچین گردیدن مواد داروباری در داروخانه‌ها سر و صداها زیاد شدند. طوری قبلا از خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اطلاع داده بودند که مسئله کمچینی داروباری مشکلی دو سه روزه است و حقیقتا امروز از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود صفت فرما به مقدار 105 نامگو داروباری که 20 تن را تشکیل می‌دهد از فدراسیای روسیه به جمهوری تاجیکستان وارد گردید. در دایره دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای تبابت بیماری کووید 19 امروز از جانب جمعیت دارای مسئولیتش محدود صفت فرما با جمهوری از فدراسیای روسیه 105 نامگو مواد داروباری از آن جمله آنتیبیوتیک ها و موادهای داروباری ضد ویروسی با جمهوری وارد گشت که این 20 تن مواد تشکیل می‌دهد. امروز از طرف شرکت مواد دارو وارد گردید. از پاگو سرکرده دیگر شرکت‌های فارماسیوتی اقدام گرفتند که موادهای داروباری و هم می‌دارد به ولایت سوخ و شهر دوشنبه. مواد داروباری وارد گردیده بیشتر داروهای ضد ویروسی ارگافرون، ازیترومیسین، کالیداویر، سیکلافرون، اربیدول، کاگاتسل، لیوفلوکساسین، ریباویرین بوده در انبارها ذخیره گردانیده شدند که از فردا به فیلیال‌های صفت فرما تقسیمات کرده می شود. قید کردن ضرور است که قبلا داروباری و مولهای طبی در مدتی از 4 تا 6 روز به مملکت وارد می شد، ولی با سبب پهنشوی سیرایت کرونا ویروس کووید 19 و وضع به عمل آمده در کشورها و راههای ترانزیتی این مهلت تا 20 روز را در بر میگیرد. از خدمات نظارتی مربوطه اطلاع داده شد که روزهای نزدیکترین مقدار زیادی مواد داروباری ضد ویروسی که این شب و روز نیاز اهالی به آن بیشتر گردیده است از جانب دیگر شرکت‌های داروباری کننده و مملکت وارد می‌گردد. از همین موادهای داروباری وارد گردیده نصف این مواد داروباری با وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تقسیم کرده می‌شود. از طرف وزارت کمیسیای با صلاحیت با بیمارخانه‌های جمهوری تاجیکستان تقسیم کرده با بیماران داده می‌شوند. باید فراموش نکرد که حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات‌های مربوطه تمام تلاش‌ها را بهر تأمین بیماران با داروباری، خدمت‌رسانی‌های بلند طبی و سالمگردانی اهالی عملی نموده ایستاده است تا مردم تاجیکستان زندگی سالم و آسایشته داشته باشند. زلفیه رحیم‌زاده، بهادر استم، عبیدالله سیولی، اخبار. با مقصد باز هم بهتر نمودن وضع خدمت‌رسانی طبی به اهالی در زمینه تدبیرهای بهداشتی که از جانب راهبریت دولت و حکومت مملکت همه روزه عملی می‌گردد، همزمان از جانب شخصان سخاوتمند نیز عملهای خیر و ثواب انجام داده می‌شود. در پیروی از اقدام و تشبس‌های بشردوستانه پیشوای ملت محترم مومنی رحمان که در مرحله دشوار و مرکب برای مردم تاجیک انجام می‌دهند، صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف با تشبس شایسته تحت عنوان شفا و همدلی کاروان کمک خیر تشکیل کرده به مؤسسه‌های طبی 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان لوازمات طبی از جمله مواد گوناگون داروباری، لباس‌های طبی محافظتی، عینک‌های طبی محافظتی، دستپوشک‌ها، نقاب‌های طبی، خلعت‌ها، موادهای آنتیسپتیکی، موادهای پاککاری و تمیزگردانی و غیره در مجموع زیاده از 200,000 بسته رایگان دسترس نمودند. گزارش خبرنگاران ما. همدلی و متحدی و سخاوتمندی و همت بلندی در زمانی که جهان را پاندمیای کووید 19 تهدید می‌نماید برای جامعه تاجیکستان نهایت عملهای مهم به حساب می‌روند و در همین شرایط ما را وادار می‌سازد که چون هر وقت با همدیگر سرجم و متحد و یک دل و هممران باشیم و ارزش‌های عالی وطنداری و انسانی را قدر کرده
ارج گذاریم. دستگیری نمودن بیماران و نیازمندان و طبیبان و کارمندان گوناگون ساحه طب در این روزهایی که جهان را سراسر بیماری سرایتی کرونا ویروس فرا گرفته است از عملهای نیکوکاری و ثواب ارزیابی می شود. زیرا از فضیلت‌های اساسی فرد سالم این عزت و احترام، نیکوکاری، تقویت روابط بین انسانها، عیادت بیماران، دست کمک رسانیدن به نیازمندان و تربیت درست هر یک اعضای جامعه می باشد که در دین مبین اسلام نیز تاکید می گردد. در پرتو همین فضیلت‌های نکوی انسانی با اقدام و تشبث خیرخواهانه صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف با 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان مواد دارویی و لوازمات ضروری که به همه منطقه‌های مملکت نهایت ضرورند کمک رسانده شد. این عمل شایسته صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف از دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و دایره اقدام و تشبث‌های بشردوستانه سرور دولت که همیشه در همه روزهای مشکل با مردم تاجیکستانند و پیوسته اظهار امیدواری می‌نماید که در این کار خیر صاحبکاران باننگ و ناموس تاجیک و دیگر شخصان وطن دوست و سخاوت پیشه مثل هر وقت پیشصف و نمونه می‌گردند سرچشمه می‌گیرد. صاحبکاران وطنی ما چقدر اقدام نیک را گرفتند که این در ماه شریف رمضان خیلی کار خوب و خیرخواهی است و بزرگان ما فرمودند که همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جای رسیدند. البته من فکر میکنم که این اقدام نیکی انسان دوستانه را خیرخواهانه را صاحبکاران دیگری وطنی ما نیز دستگیری میکنند و باید خیر کرد که تنها اهلانه دست جمعانه و در یک جایگی ما میتونیم هرچی تیزتر از این وضعیت دشوار بیرون برآییم. در این مرحله دشوار و مرکب برای مردم تاجیک این صاحبکار وطنی با تشبث و شایسته دستگیری و تحسین خود تحت عنوان شفا و همدلی کاروان کمک خیر تشکیل نموده دل صدها دردمندان و احتیاجمندان و طبیبان و دیگر کارمندان ساحه طب 25 شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان را شاد گرداند و بار دیگر ثابت نمود که جوانمردان صاحبکار تاجیک نیز ننگ و ناموس بلند وطنداری دارند و از هر تشبث اقدام‌های پیشوای ملت را دستگیری می‌نمایند و دستور و سپارش‌های راهبریت دولت و حکومت مملکت را سری وقت اجرا می‌نمایند. شکر می‌کنیم که فرزندان باور و ناموس کشور هستند که برای بهداشت سالمی ملت جد تلاش دارند. اون دستور سپارش‌هایی که از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی امام رحمان شده است سرمایه‌گذاری کار خود نموده برای بلند برداشتن عامل‌هایی که مثال برای پیشگیری کرونا ویروس مواظب ما فخر از آن می‌کنیم که شمس‌الله صاحب در مکتب ما خوانده است و ما خوانندگان و کل آموزگاران از این روحیه بلند گرفته با خوانندگان را با در روحی بلندی و تندرستی خویشتن‌شناسی خودآگاهی ملی تربیت نموده با برای آبادانی کشور خودمون سرمایه خودمون می‌گذاریم. در این ماه خیر و سخاوت ماه شریف رمضان صاحبکار وطنی بهر دست کمک رسانیدن به ساکنان ولایت ختلان که در بیمارخانه‌های مؤسسه‌های طبی بستری گردیدند در واقع اقدام شایسته و انسان دوستانه انجام دادند که نمونه عبرت و شایسته دستگیری میباشد. طور تاکید گردید این اقدام تحت عنوان شفا و همدلی انجام داده شد و در دایره آن به مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان لوازمات طبی از جمله مواد گوناگون دارویی، لباس‌های طبی محافظتی، عینک‌های طبی محافظتی، دستپوشک‌ها، نقاب‌های طبی، خلعت‌ها، موادهای آنتیسپتیکی، موادهای پاککاری و تمیزکاری و غیره در مجموع زیاده از 200,000 بسته پوره به طریق رایگان تأمین کرده شد. ما همچون طبیب وعده می‌دهیم که دوچند با خلق بوستانی شهری بختر خدمت رسونده امروز ما با صاحبکار وطنی شمس‌الله صاحبوف منتداری خود را اظهار می‌نماییم. دیگر صاحبکارای وطنی هم از شخص وطن دوست جوان مردی که امروز به همه قینگاری ها نگاه نکرده با ما کمک یاردم کرده استودند دیگران عبرت بگیرند و با مردم ولایت ختلان و سهم خودشون رو گذرونند. تشبث انسان دوستانه و اقدام‌های وطن دوستانه صاحبکار در شرایط دامن پهن نمودن پاندمی کرونا ویروس در مقیاس عالم و احتیاج واقعی ساحه تندرستی ولایت
зарур ва саривақтӣ буда ин кӯмакҳо ба ниёзмандон, беморон ва табибон пешбинӣ шудааст ва баёнгари беҳтарин арзишҳои инсонӣ ба ҳисоб меравад. ҳиматбаландиву ҷавонмардии шахс ҳам дар ҳамин зоҳир мегардад ки инсондӯсту накӯкор бошад ва баробари имконият ҳамеша корҳои хайру савобе анҷом диҳаду дастгиру мададгори эҳтиёҷмандону дардмандон бошад. бо ин иқдоми соҳибкори ватандӯсту ҳиматбаланд арзишҳои олии инсонӣ қадр гардида ҳазорҳо нафар аз ҳамватанонамон ба дорувориву лавозимоти тиббӣ ки дар ин давра ниҳоят муҳим мебошанд дастгирӣ пайдо намуданд. дар баробари ин иқдоми башардӯстонаи соҳибкор амали арзишманде ба ҳисоб меравад ки имрӯзҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри ҳифзи солимии ҷомеа анҷом дода мешавад то дардмандону табибони қаҳрамони тоҷик дарк намоянд ки дар ин шабу рӯзҳои мушкил роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ ва ҳамин гуна ҷавонмардони саховатманди тоҷик дар паҳлӯяшон мебошанду ҳамеша омодаи кӯмаку дастгирияшон мебошанд. мо духтурон дар чунин шароити ба амал омада танҳои хешро ҳеҷ вақт ҳис накардаем. дар зери сиёсати пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастгирии бевосита ба духтуроне ки шабонарӯз дар хизмати халқ ҳастанд ҳис карда мешавад. мо духтурон табибон танҳо нестем. чунончи ба ҳамагон маълум аст имрӯз дар зери унвони шифо ва ҳамдилӣ якҷоя омадем ва имрӯз он дастгирии соҳибкори ватанӣ Шамсулло Соҳибов ки барои дастгирии табобати беморони гирифтори коронавирус ҳастанд мо ҳис кардаем, тасмим гирифтаем ки барои ҷони ҳар як шахси бемор имрӯз шаба шаб нагуфта рӯза рӯз нагуфта меҳнат кӯшиш кунем то ки халқи Тоҷикистони мо, халқи азизи мо сиҳату саломат бошад. боварии комил дорам бо дастгирии халқи азизам, бо дастгирии чунин соҳибкорони ватандӯст, некдил, поксирист мо ба ин беморӣ ғолибият ба даст меорем ва иншоалло ба рӯзҳои нек мерасем. дар воқеъ дар ин рӯзҳои мушкил мо бояд дасти якдигарро гирем, кӯмаку ғамхорӣ ба ятимону маюбон, шахсони ниёзманду бесаробон ва оилаҳои камбизоатро фаромӯш насозем. махсусан дар ин шабу рӯзҳо ҳиматбаланд бошем, амалҳои хайру савоб ва эҳсонкориро бештар намоем. ҳамчунин мо бояд табибонро ки имрӯзҳо барои саломатии мардум шабонарӯзӣ заҳмат кашида истодаанд дастгирӣ намоему дардмандонро барои шифоёбӣ рӯҳбаланд гардонем. корвони кӯмаки соҳибкор ки ба 25 шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон таҳти унвони шифо ва ҳамдилӣ дастрас карда шуд, дар воқеъ ҳар як соҳибкор ва шахсони дигари тавонмандро водор месозад ки дастгиру мададгори дардмандону эҳтиёҷмандон ва табибону кормандони гуногуни соҳаи тиб бошанд. зеро ки ин рӯзҳои мушкил рӯзе мегузаранду ҷавонмардиву ҳиматбаландӣ ва инсондӯстиву накӯкорӣ абадӣ мемонад. имрӯз ки панҷшавии сирояти коронавирус аҳли башарро дар ҷаҳон нигарон намудааст, бори асосии масъулият ва наҷоти нафарони гирифтории бемории COVID-19 ба дӯши табибон ва ҳама кормандони соҳаи тиб аст. дар ин шабрӯз табибони тоҷик дар тамоми муассисаҳои тиббӣ ва беморхонаҳо фаъолияти шабонарӯзӣ дошта ба савганди ёднамудаи хеш устувор монданд. натиҷаи фаъолияти вазнин ва ҷонисориҳои табибон аст ки имрӯз аз 4 беморхонаи калонтарини шаҳри Душанбе беморони аз сирояти коронавирус шифоёфта ба хонаҳои худ ҷавоб дода шуданд. ҳамкорони мо мавзӯъро идома медиҳанд. хусандиовар аст ки имрӯз аз муассисаҳои тандурустии мамлакат, маркази тиббии шаҳрии рақами 1, маҷмӯаи тандурустии Истиқлол, пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология ва маркази миллии тиббии шифобахш якчанд нафар бемороне ки гирифтори сирояти коронавирус COVID-19 гардида буданд ва аз 10 рӯз зиёдтар зери назорати табибон қарор доштанд, аз беморхонаҳо дар ҳолати хуб ҷавоб дода шуданд. ин лаҳзаҳои хуби ҳаётро наздикону пайвандони беморон чанд муддат аст ки интизор буданд. дар ин лаҳзаҳои муҳим беморони шифоёфта ба эҳсосот дода шуданд ва шодии онҳоро ҳадду канор набуд. касало ҳама розӣ, хӯрока ҳама хуб, барои моро нигоҳ карданшу ҳазор раҳмат. хеле духтуро дар сафи мо бисёртар бошанд. хеле вазмин буд. баракат ёван ҳамин духтурое ки имрӯз моя дастгирӣ карданд. айзан фарзандошон дур 10 рӯз 12 рӯз дар бари мо рост истодаю бо мо буданд.
راستش هر یک لحظه که می اومدن میخندیدن یا که یگون گپ پیوای میگفتن ما درون با درون زنده میشدیم و امروز خدا را شکر میکنم که با یک بار دیگر بیرون بود هوای تازه را دیدم. طبیبان این شب و روزها در صف پیش مبارزه با این وبای عصر کرونا ویروس قرار دارند و طبیعی است که در چنین حالتهای وزنین محض آنها بین حیات و ممات جان تلاشی ها کرده ایستادند. فعالیت جانسارانه هزاران نفر دکتران، همشیره‌های شفقت و در عموم کارمندان ساحه طب است که امروز بعضی از بیماران به خانه‌های خود نزد پیوندان با سالمی کامل برمیگردند. امروز که کرونا ویروس تمام افضای جهان را دیگر کرده، بیماری‌های واگیر خطرزا به جان انسانیت تهدید می‌نماید، محض طبیبان صادق جان خود را زیر خطر گذاشته پی تدبیرهای تبابت‌رسانی و تزریق دارو و دوا هستند. یک هفته پیشتر یک پتوکی که در همین بیمارخانه بستری بودن زیاده از 100 نفر بیمار جواب داده شد به خانه‌شون. الکی روز سوم است که پتوکی دوم بیماران در همینجا بستری هستند. آن بیمارانی که در شرایط خانه خود معالجه کردند، خود سرانه به نظارت طبیب گرفتند، همون بیماران در حالت وزنین قرار دارند. همون با مراجعه کردن عین حال در بیمارخانه بستری هستند. البته چقدر پژوهشگاه شرایط دارد، از روی شرایط ها، از روی استانداردهایی که به ما پیشنهاد کردگان تمام دکتران در خدمت همون بیماران هستند شبانه روزی. من فقط یک چیز خواهش میکردم از عیادت کنندگان، از خویشاوندان بیماران، یک چیز خواهش میکردم که حرکت کنند، بسیارتر مانند همین دکترها کار خودشون را اجرا کنند، به ما خلل نرسونند، مانند که ما کار خودمون را کنیم. در همین حالت من فکر میکنم که این البته از بین میرود. همین گونه بیماران شفا یافته از مجمع تندرستی استقلال مرکز طبی شهری رقم 1 با حالت خوب سلامتی به خانه های خود جواب داده شدند. 9 روز باز در بیمارخانه خواب هستم. خیلی حالم بهتر شده است و از سرور دولت سر کرده تو عادی‌ترین کارمندی که در این شب و روزها خدمت می‌رسانند سپاسگزاری خش را بیان می‌نمایم. با کل مردم شریف تاجیکستان و تمام دنیا مراجعت می‌نمایم که از این مشکلی ها نهرسند، پشت سر بشود، راه افتاده نباشند. من 6 روز در زیر نظارت بودم، مدت 6 روز خدمت رسانی خوب مناسبت دیانتولوژی نقص و امروز من به خانه میرم. من طول 8 روز شد که در این بیمارخانه تواضع گرفته هستم و شاهد آن هستم که این دکتران همه دکتران 24 ساعت در خدمت هستند و من شاهد آن هستم که 3-4 ساعت خوابند و 20 ساعت فقط در خدمت ما هستند. طبیبان، همشیره‌های شفقت و همه کارمندان ساحه طب که بنااً طی چند روز با بیماران در علاقه بودند و پی نجات آنها کوشش زیاد کردند، با مهر و محبت و صمیمیت خاصه بیماران زیر نظارت و طبابت بوده‌شان را گسیل نمودند و بار دیگر ثابت کردند که طبیبی از مهمترین و با نفوذترین کسب مقام اجتماعی داشته است. زلفیه رحیم‌زاده، مهروز جمعه، عبیدالله سیولی، اخبار. از مؤسسه‌های طبی شهر خاروق نیز شماره از طبابت یافتگان به خانه‌هایشان رخصت داده شدند. واقعاً هم امروز طبیبان با تلاش‌های پیگیرانه در درمانگاه‌ها به طور شبانه‌روزی فعالیت نموده برای سریع وقت رسانیدن کمک طبی به بیماران و هرچی زودتر شفا یافتن آنها کوشش به خرج می‌دهند. گزارش خبرنگاران ما. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با ریاست تندرستی ولایت فعالیت را پرزور نموده چاره‌های تأخیرناپذیر را در این سمت اندیشیده عملی نموده ایستادند. در این راستا امروز 9 نفر شفا یافته از بیمارخانه ولایتی به خانه‌هایشان رخصت کرده شدند که طبق اطلاع مسئولین تا به امروز 42 نفر معالجه یافتند و به نزد خویش و پیوندانشان جواب داده شدند. به خاطر پیشگیری از بیماری و دست مدد رساندن به بیماران و نیازمندان محله‌های شهر خاروق اقدام شایسته را پیش گرفته رئیس بیماران را با غذای گرم و کمک یک وقته تامین می‌نمایند. نوابسته از آن که در جمهوری تاجیکستان و من جمله در ولایت مختار کوهستان بدخشان این بیماری به قید گرفته شده است، لیکن خلال سفیدان کسلخانه ولایتی بهر پیشگیری آن از تمام امکانات‌ها کار گرفته مریضان را سری وقت از بیماری نجات می‌بخشند. خوشبختانه در این روند تا هنوز حالت فوت به قید گرفته نشده است. بیمارخانه ولایتی طی سالهای صاحب استقلالی با دستگاه و تجهیزات معاصر طبی تامین بوده. طبیبان سبکدست و صاحب تجربه در خدمت ساکنان مرکزی ولایت شهر خاروق قرار دارند. از 4 ماه تا
امروز ما زیاده از 42 نفرش تبابت و شفا گرفتن جواب دادیم. وضع امروزه بیمارخانه ولایتی معتدل است و حکومت جمهوری تاجیکستان به مقصد بهتر نمودن وضع امروزه بیمارخانه ولایتی هم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان هم از طرف مقامات حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان هم از طرف شریکان رشد و هم از طرف دیگر سخاوتمندان به بیمارخانه ولایتی بسیار اردم کلان رسیده ایستادند. مریضانی که امروز از بیمارخانه جواب داده شدند در نوبت خود اظهار منتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و ساکنان سخاوت پیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان عرضه می‌نمایند که در این روزهای سخت و سنگینی به سر مردم آمده آنها را دستگیری نمودند و تبابت رایگان رسانیدند. این عمل نیک طبیبان که بر ضد این بیماری به طور شبانه روزی در مؤسسه‌های ساحه تندرستی کشور کار میبرند باعث افتخار بزرگ میباشد. طی 9 روز است که در بیمارخانه ولایتی از بیماری شدید التهاب شش از طرف دکتران بیمارخانه تبابت یافتم. من صدقاً با کمال احترام و تمام کارمندان این بیمارخانه که امروز شب را شب نگفته روز روز نگفته در خدمت مردم قهرمانانه خدمت کرده ایستادند، تشکر بی‌پایان خود را از نام اون مریضانی که امروز تبابت یافتند و اون مریضانی که امروز در بیمارستان شفا یافته ایستادند، من تشکر بی‌پایان خود را با این کل طبیبان بدخشان و تاجیکستان میرسانم. ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان باید در این روزهای وزنین به تهلکه نیفتاده پیوسته از توصیه طبیبان و متخصصان ساحه تندرستی کار گرفته به ضروریت از خانه‌هایشان به بیرون نبرایند و مشکلات طبیبان را بازم افزون نسازند. در اساس دستور سپارش‌های راهبریت شهر دوشنبه با مقصد پیشگیری بیماری‌های سرایتی و تأمین سالمی جامعه در پایتخت تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شود. به ضررگردانی جایهای جمعی شوی آدمان، مکتب و مؤسسه کوچه و خیابان با شمول ایستگاه‌های نقلیاتی و منطقه‌های اهالی‌نشین از جمله همین گونه تدبیرهایی است که پیوسته در پایتخت مملکت عملی می‌گردند. خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. هر کوچه و پس کوچه را و درآمد بیناهای استقامتی با دقت در نظر گذرانیده می شود و تا 2 مراتبه هم با معلول مخصوص به ضرر گردانیده می شود. به خاطر نیست کردن انگیزنده های بیماری دقت اولین درجه به صفت کار داده می شود. گروهی که برای انجام تدبیر مذکور سفر برگردیدند الکی بیشتر از 1 ماه است که تجربه خوب دارند و میدانند که منطقه های اهالی نشین و سرودم باید همگانی برقرار کرده شوند. به همین شکل در سراسر پایتخت کشور شهر دوشنبه دزینفکسیون کوچه و محله خیابان و گلگشت و سن بیناهای استقامتی و داخلی بلند آشیانه ها گذرانیده می شود. رفتی کارها زیر نظارت به واسطه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی قرار داشته در دایره دستور شهرداری همروزه چنین چهاربینی‌های بهداشتی پرزور کرده می شود. مثلا دیروز در 20 محله 53 کوچه 329 بینای بلند آشیانه استقامتی 226 خانه زمینی 23 کارخانه و مؤسسه و به همین گونه مرکزهای سودا و سلامتی و میدانچه‌های ورزشی کارها سامان یافتند و امروز باشد برای بیشتر کردن نشانداد مذکور و فراختر نمودن دامن کارهای دزینفکسیونی چهاره‌ها جانب کرده شدند. علل خصوص شماره بیشتر تکنیکای مخصوصی معلول پوشانده برای بی‌ضررگردانی کوچه‌های نسبتاً کلان گرد و اطراف بیناهای استقامتی و راه‌های ماشینگرد افزایش داده شد. برای انجام این کار نقلیات ساحوی خدمات دولتی آتش نشانی شهر دوشنبه دسته تعیینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی مملکت و شرکت‌های بی‌ضررگردانی جلب گردیدند. در این برابر همچنین شرکت فوز باشد در حدود نویه اسماعیل سامانی در کوچه زرگر محله‌های فردوسی عمر خیام گرد و نوایی باغ ایرم کارهای بی‌ضررگردانی را سامان دادند. با استفاده از محلول خلوردار که قابلیت نیست کردن انگیزنده های بیماری سرایتی را دارد حدود محله های پایتخت به ضرر گردانیده شدند. نقلیات گوناگون حجم که امکانیت وسیع انجام چنین کارها را دارند سفربر گردیدند. موضع هایی که امکانیت رفت و آمد نقلیات را ندارند در آنجا کارهای به ضرر گردانی با قوه هیئت شخصی سامان داده شد. با استفاده از تجهیزات کاری حدود بیناهای استقامتی نیز با محلول کار گردیده در آمدگاه ها میدانچه های ورزشی صحبتکده ها پر به ضرر گردانیده شدند. باید تذکر داد که یکی از راه‌های مؤثر
پیشگیری خروج بیماری‌های سیرایتی سامان دادن چنین تدبیرهای بضررگردانی بوده از جانب مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر دوشنبه. همگی این چاره‌بینی‌ها به خاطر حفظ سالمی اهالی، راه ندادن به پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی خصوصا بیماری سیرایتی کووید 19 که باعث تشویش جامعه جهانی گشته است پیاده گردیده است. متخصصان میگویند که در حالی که حفظ سالمی با مسئله رقم یک سیاره تبدیل یافته است، گذراندن چنین عملیات‌های دامنه‌دار بضررگردانی از جانب شهرداری میتواند در کاهش بیماری‌های سیرایتی نقش اساسی را بازیده سالمی جامعه را حفظ نماید.